در سحری برکت، سحری سنت انبیا، سحری موقع اجابت دعاست، رحمت الله تعالی، رحمت ویژه او به آسمان اول میاد و میگه کیه که از من بخواد تا بهش بدم، کی مغفرت میخواد مغفرتش بکنم. تو اینطور فرصت ویژه‌ای و استثنایی سحری بیدار میشه، سنت نبیش رو که خوردن سحری است خلاف عادته، مجاهده است. این موقع شب طبق میل خواسته خودش هیچ موقع بلند نشده بود غذا بخوره، طبق میل خواسته خودش این موقع شب موقع غذا خوردن نیست. اما چی شده که این ساعت بلند میشه؟ چون اختیار زندگی خودش رو به الله داده و میخواد با خلاف عادتها مجاهده‌ای درست کنه برای خودش، صبری تمرین بکنه تا بتونه نفس خودش رو تابع امر الله تعالی بکنه، شهواتش، نفسانیتش بر اونها لگامی زده بشه، اونها تابع امر الله تعالی بشه و از خودش یک انسان کامل بسازه. حالا یک چیز از دوستان، فضائلی که در رمضان نهفته هست که هر نفلی برابر فرض و هر فرضی برابر با 70 فرض ثواب داره در رمضان، این فضیلته.